دوست عزیزم، قلبت را برایم بده و دستت را روی دستم بگذار. بیا با هم این سخنان را از دل و جان بشنویم. اگر انسان خودش را بیدار نکند و بیم ندهد، هیچ کسی نمیتواند او را بیدار کند. عمر میگذرد بدون بهره نیک، شبها سپری می شود، روزها می رود بدون اینکه سجده‌ای برای پروردگار خود کند. شاید عمرش بگذرد و او مشغول بر شهوت‌هایش باشد. زندگی خود را با چیزهای بیهوده ضایع می کند. نه آیات قرآن به درد او می خورد و نه از حدیث پند می گیرد. این قلب‌های مرده باید زنده شوند و به سوی پروردگارشان سوق داده شوند. عمر سپری می شود، روزها می گذرد، سالها می آیند، احوال تغییر می کند، فتنه ها فرا می رسد. هیچ یکمان دوست نداریم که الله را در حال ملاقات کنیم که او از ما ناراض باشد. راه حل چیست؟ چی باید کنیم؟ ای برادر و ای خواهر، قبل از هر چیز رابطه من را با پروردگارمان اصلاح کنیم. قبل از اینکه نفس هایمان بگوید یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ای وای بر من که در کارهای الله کوتاه آمدم. کمی با خود مکث کنیم. شاید قلب‌هایمان برای الله مهربانمان نرم شود. شاید مشتاق راز و نیاز با او باشیم و یا شاید نفس‌هایمان بعد از دوری و غیاب طولانی بخواهد از پروردگارش طلب مغفرت کند، توبه کند و به سوی او برگردد. میان خود و پروردگارت را اصلاح کن. الله میان تو دیگران را اصلاح می کند. الله متعال می فرماید فما اصبرهم علی النار، چی چیز آنها را بر آتش صبور داشته است؟ مگر از آتش الله نمی ترسی؟ پس چرا تأخیر می کنی؟ مگر آتش الله سوزاننده نیست؟ پس چرا در گرداب زشتی ها و پلیدی ها گیر مانده ای؟ مگر این آتش الله برای خطاکاران نیست؟ پس چرا به خواستهای نادرست نفست و شیطان پاسخ میگویی و اطاعت میکنی؟ آیا پند واعظان به تو نرسیده؟ آیا مرده ها را با چشمانت ندیدی؟ آیا قبر را با دستانت حفر نکردی؟ آیا عزیزان را در حال دفن کردن ندیدی؟ آیا چشمانت به خاطر اشتیاق مولایش نگریسته؟ بنده هرگاه مشتاق الله باشد، الله نیز مشتاق او می باشد. و هرگاه انسان از الله استغنا جوید و غفلت ورزد، الله نیز او را ترک می کند. غفلت از الله مصیبت بزرگ است. کجا هستند این غافلان؟ هنوز هم توبه نمی کنند، مغفرت نمی خواهند و معذرت نمی خواهند. هنوز هم حرام می خورند و به حرام نگاه می کنند و به حرام گوش می دهند. هنوز هم دنبال شهواتشان هستند. هنوز هم به ناموس دیگران چشم دوختند. کجاست حیا؟ کجاست ستر و پوشش؟ کجاست ایمان و خوف از پروردگاری که پادشاهی آسمان و زمین است؟ ای وای بر تو که تا به حال توبه نکردی و به سوی آن ذات رحیم و مهربان باز نگشتی. ای وای بر تو که جنت الله تو را فرا میخواند ولی تو ایبا میورزی، عذابش را میخواهی. دلت پر از شوق گناه است. بدان که ذره ذره با تو حساب میشود، همش نوشته میشوند و الله از همه آنها از تو میپرسد و پرسان میکند. اگر الله برای توفیق داد و از جمله صالحان گشتی، برای تو توفیق هر اعمال خیر را می دهد. نماز، روزه، حج، نیکی با پدر و مادر، هر کار خیر. نمازهای شب را، راز و نیازهای شب را به تو می دهد. محبتش را در قلبت جا می دهد. محبت پیامبرش را جا می دهد. سراسر زندگیت را خیر و سعادت قرار می دهد. برگرد به سوی پروردگارت. توبه کن. زندگیت را با یک توبه تجدید کن و از نو آغاز کن. تو با توبه می توانی مانند طفلی که از مادر تولد شده زندگی نو را آغاز کنی، بدون گناه، بدون خطا، بدون اشتباه. بیایید به سوی آن ذات مهربان برگردیم و توبه کنیم، رحمت و مغفرتش را بخواهیم قبل از اینکه فرصتها از دستمان برود و قبل از اینکه نفسهایمان بگوید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله.
ای وای بر من که در کارهای پروردگارم کوتاهی کردم. ای وای بر من که در اوامر الله سستی کردم. این بار سنگین گناه‌ها و خطاها را از شانه به زمین بگذار. خودت را سبک بساز. در این دنیا هیچ راهی جز توبه نیست. با توبه میتونی زندگی جدید آغاز کنی، یک صفحه جدید، و فرصت توبه را در این دنیا داری. اما در آن دنیا نه بازگشت است و نه توبه و نه استغفار و نه پشیمانی برای تو سود میدهد. هیچ چیز جز اعمال تو به دردت نمیخورد و جز کارهای نیک و شایسته‌ات چیزی دیگر تو را نجات داده نمیتواند. پروردگارا توفیق ماندی تا توبه کنیم و صفحه جدید زندگی را آغاز کنیم و ما را از اهل بهشت بگردان و از دوزخ دردناک نجات ماندی. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين